حکایت این نیست که بگین خدای نکرده بچه‌های ما تفریح سرگرمی ندارن. چرا؟ خیلی اتفاقا زیاد دارن. امروز بچه اگه گریه میکنه، اگه بیتابی میکنه، اگه بیقراری میکنه، سریع براش شکلات میدن، اونم شکلات‌های خارجی، آب از لب و لوچت را میفته. وقت ما اگه گریه میکردیم بچه بودیم، می‌خواستن مثلا ما رو سرگرم کنن، پلکاشونو برمیگردونن بزرگترا، ما وحشت میکردیم، گفتیم این چی؟ باز گریه‌مون بدتر میشه. کردن این کارو براتون بزرگترای ما، من نمیدونم چه هنری بود که اینها پلکا رو تا پس کله برمیگردوندن و توقع داشتن من بچه با دیدن اون منظره بگم وای تو چقدر با مزه شدی. در همین اروپا اگر بچه‌ای از سوسک مثلا بترسه، ترس‌هایی که دلیل موجهی نداره بهش میگن فوبیا. مثلا کسی از تاریکی میترسه، بچه‌ای اگه تو اروپا از سوسک بترسه، سریع تیم روانشناسی پدر مادرش اینو کاور میکنن که براش عادی سازی کنی که چرا تو بعد اون وقت تو ایران بچه از سوسک میترسه، سوسک میدونن تو یقش، بچه دیوونه میشه.